زیاد میبینمش. همیشه سر راه هم سبز میشه. بعید بچه این محل باشه. حتما کلی گشته تا یه جایی دور از خونه پیدا کنه که مطمئن باشه باباش، مادرش، احتمالا زن و بچه اگه داشته باشه نمیبیننش. شاید یه روزی داشته که اگه به دور و بریاش میگفتی قراره به این روز بیفته کسی باورش نمیشده. شاید هم هر کس میشناختتش میدونسته که تهش اینجاست. یه گوشه یه پارک روی تیکه کارتون. الو بابا درست حرف بزن دیگه، صدات نمیاد. خب آقا من الان تو همین لوکیشنم، گوشم با توه دیگه. ببین نه دیگه، نشد این حرفا رو نزن. من تو رو آوردم تو این کار که تو پیشرفت کنی، نمی‌آوردمت که من خودم رو بندازم تو عذاب و دردسر که. بابا تو رفتی اونجا بسا رو گرفتی که برسه به اون بابا دیگه، همین یه کارم نتونستی بکنی بیارزه؟ فکر یه بسا آرده؟ نه داداش، من اون چیزی که به تو دادم ارزش داره. پای 1 میلیارد پول وسطه. من از کار زندگی انداخته اومدی اینجا برای احمق. داداش خوبی؟ مستعد اوقات شدیم؟ ببین تو شنیدی من داشتم چی میگفتم الان؟ اصلا نشنیدی؟ فکر کنم خیلی پشت در بهش بودی ها؟ نه تو خونه خواب بودم. خونته اینجا؟ آره. خب بذار ما بشینیم کنار کاناپه بزنیم شبکه سپر. تلویزیون می‌خوای نگاه کنی مال خونه. اینا تلویزیون نداره. بچه هم اینجایی تو؟ نه بچه کجا؟ بچه پارک هم میگه. بچه پارکی؟ آره. تو دیشب اینجا یه بابایی و سطح 8 کجا بودی؟ دیشب هم اینجا خونت بودی؟ من خونم همینجا. خونه موارد شهرداری می‌خوای بگیری یا اومدی با پتشی؟ دوست داری؟ اومدی بالا همسر شدن کردی؟ حالت خوبه بس. آره. باریکلا ادامه بده. بگردی مثل تو هم چت بزنم بیام ملت اذیت کنی؟ تو دیشب ساعت 8 اینجا بودی؟ یکی رو ندیدی یکی یه چیزی بندازه، یه بسته یه چیزی ندیدی بندازه؟ بسته اینجا خیلی هم میندازم. بسته سلاشخان هست، بسته پوشات هست، همه چی هست. چی میزنی تو؟ همه چی میزنم. همه چی. کوکائین هم یعنی زدی؟ همه چی. همه چی یعنی همه گوی خوردیم. فقط همه چیزی که نبوده بخوریم گوی آدم بود. این آتیش تو بزن یه نخ سیگار باید بکشیم چیه؟ ببین راستیتش من تو کار دیلر مواد مخدرم، کوکائین. زدی؟ نه. نزدی؟ خیلی چیز سمیه. ببین من الان این یارو که داشتم باش صحبت میکردم، خب دیشب مثل که فضایی براش پیش اومده، پلیس دنبالش کرد، حالا نمیدونم درست میگه غلط میگه چی، بسته کوکائین رو انداخته همین ورا. خب الان من بیل آوردم بگردم ببینم این کجاست. واسه چی کوکائین انداخته؟ نمیدونم خره دیگه. آفرین همینو بگو. آخه بسر میشستی میره مامور بر نه بذار زیر پات، همون. بذار کنارت. الان تو اگه بیای به من کمک کنی من پول خیلی خوبی بهت میدم، استخدامت هم میکنم دیگه، از این با هم کار میکنیم. این شیشه میشه چی میزنی؟ بیا یه چیز خفن بهت بدم بزنی. همش خوبه. همش خوبه؟ آره میدونی منم یه خونه ای دارم مثلا یه جای کوچیکی، مثلا
سمت لواسه اومد اصلا از جای شلوغ میره خوشم نمیاد. آره 300-400 متری که کوچیکه اصلا کمه. این همه خونه داریم این بزرگه من میگیم کمه کوچیکه. مال تو خدمه عظمه داره کلفت نوتر داره. این مال ما خودمونه خدا. نه بابا فکر کنه همه دوست دارن محتاط میشن. ما دوستامون همه خودشون محتاط نبود. ما خودمون محتاط شدیم. خیلی وقت بود که میخواستم کمکش کنم. گفتن کی معتادت کرده؟ گفتم خودم. گفت خواهی دوست داره. ما همه دوست داره که خانواده خراب میکنه تو علیش خودت رو خراب کردی. گفتم آره حال میده. چی خراب کردی؟ میدونستم به 2 تا چیز خیلی احتیاج داره. اولی یه گوشی که حسابی حرفاشو گوش کنه. حرفایی که حتما سالها تو سرش بوده که به کسی بگه اما خب نتونسته. و دومی یه مقدار پول که بتونه باهاش غذا یا یکم مواد بخره. به خاطر همین توی موقعیت قرارش دادم که یاد آرزوهاش بیفته و اینکه بتونم به عنوان جایزه یه کمک مالی بهش بکنم. تربینه از این قشنگ‌تره. خب پس بیا اونور یه نگاه بکن. حالا اینجا رو حالا فریک زدی ببین اینور اینجا حد همینجاست. همینجا؟ آره مثلا اونور اینجا. اینجا نماشه کجاست؟ نه همینجاست. کارمون گذاشت. نه دوست دختر مثلا داشتی؟ دوست دختر داشتم. دوست دختر عملی داشتم. دوست دختر خوب داشتم. دوست دختر بد نداشتم. حالا تو کدومشو میخوای؟ خوبه رو میخوای یا بد؟ هیچ موقع ما کسی شریک نشن. اگر شریک شدی سعی کن نامردی نکن. پس نامردی بده دیگه. آره نامردی بده. فقط تنها چیزی که خوبه رفاقته. رفاقت من و تو. یعنی تو رفیقی الان با من رفیقم. میخوایی رفاقت کنیم یا علی؟ یعنی میخوای خدا کنیم؟ من میرم میخوام اونجا تو هم بشیم زمین تو بکن جنس تو هلو برو. نه میخوای رفاقت کنیم تا تک. نه من که رفیقتم. تو هم اگه رفیق ما باشی که اصلا کولاک میشه. این کیه؟ این نه اون مال قبلی هست. نه بابا آشقا شکلات بودن آوردن اینجا خوردن. خواهی تو سر شکلات میخوای بیاید بشین جنس بزن. خونه کوچیک زندگی نعزت داداش بیا این بر اون یه چیز برمون بزن. آره همون اینا بکن همون آفرین ای ولی دیدی چی شو؟ اوه حاجی پاشو بگیرش پاشو. بیا برو اوناش. بلایی سر شو چیکار کردی زدی تو سرش؟ نگاه کن داداش تو مرام میفهمی اصلا یعنی چی؟ من میگه رفیقیم با هم. تو اصلا اینا رو ولش کن. تو یه نخ سیگار تو 2 تا انگشتات سنگینی میکرد میافتادی کج میشدی. حالا الان سوپرمن و بتمن با هم دیگه قاطی کردی. ساختمونای مجاور و چیز رفتی بالا و اصلا حالت بده. چرا تو جنس دیدی؟ هست خاطر همین؟ مگه بهت نگفتم پول خوب میدم؟ آخه چرا این کاری کردی؟ حالا اصلا سر من هیچی. این کار تو زشت نبود آخه. آقا پول میخوای؟ و مسئلت پوله؟ بیا این پول. بیا اینا رو بده من بابا. بیا نه بابا بهتاده این چی بابا؟ آخه اصلا این چه کاری بود ما کردیم؟ اصلا هیچ فایده‌ای هم نداشت. این بدبخت رو نگاه کن اصلا چجوری نشست. اصلا خیلی بدفاز شدم بابا. ولش کن میبریم بابا. خیلی بد زد.